48 ساعت خطرناک برای عربستان سعودی. ایران به عربستان سعودی حمله می کند. به نام خدا و سلام بر همه. خوش آمدید به کانال خبر عاجل. امید که تا اخیر این ویدیو با ما همراه بوده و جهت حمایت این ویدیو را لایک و کانال خبر عاجل را سابسکرایب نمایید. 48 ساعت خطرناک برای عربستان سعودی. ایران به عربستان سعودی حمله می کند. 3 مقام آمریکایی به خبرگزاری آسوشیتید پرس گفتند طبق اطلاعاتی که ریاض در اختیار مقامات آمریکایی گذاشته، ایران احتمالاً برای حمله قریب الوقوع به عربستان آماده می شود. یکی از این مقامات آمریکایی روز سه‌شنبه اول نوامبر با تایید دریافت اطلاعات از طرف عربستانی آن را یک تهدید واقعی و احتمالاً معتبر برای حمله قریب الوقوع ظرف 48 ساعت توصیف کرد. این مقامات اجازه اظهار نظر علنی در مورد این مسئله را نداشتند و به شرط ناشناس ماندن به پرسش‌های آسوشیتید پرس پاسخ دادند. مقامات عربستان سعودی و همچنین نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد به درخواست آسوشیتید پرس برای توضیح در مورد این ادعا پاسخی ندادند. با این حال هیچ یک از سفارت‌ها یا کنسولگری های آمریکا در منطقه هشدار امنیتی و مسافرتی در عربستان یا کشورهای دیگر خاورمیانه صادر نکردند، هرچند اطلاعات مربوط در این خصوص در رسانه‌های مختلف آمریکایی یکسان نیست. همزمان شورای امنیت ملی آمریکا با انتشار بیانیه تصریح کرد ما نگران چشمانداز این تهدید هستیم و از طریق کانال‌های نظامی و اطلاعاتی با سعودی ها در تماس دائمی هستیم و در دفاع از منافع خود و شریکایمان در منطقه تردید نخواهیم کرد. ژنرال پت رایدر مسئول مطبوعاتی پنتاگون درباره گزارش‌ها از تبادل اطلاعاتی با عربستان با تاکید بر این که مقام‌های نظامی آمریکا نگران وضعیت تهدیدآمیز در منطقه هستند گفت ما به طور منظم با شرکای سعودی خود در ارتباط هستیم تا اطلاعاتی که ممکن است در این زمینه داشته باشند را در اختیار ما بگذارند. اما آنچه پیشتر گفته ایم و آن را تکرار می کنم این است که ما این حق را برای خود محفوظ می داریم که از خود محافظت و دفاع کنیم، صرف نظر از این که نیروهایمان در کجا خدمت می کنند، چه در عراق و چه هر جای دیگر. این اطلاعات در حال منتشر شده که روابط واشنگتن و ریاض به واسطه تصمیم اخیر گروه اوپک پلاس در کاهش تولید نفت با روزهای اوج فاصله دارد و حتی کاخ سفید گزینه تجدید نظر در روابطش با پادشاهی سعودی را منتفی ندانسته است. با تشکر از اینکه این ویدیو را تا اخیر تماشا نمودید. جهت حمایت این ویدیو را لایک و کانال خبر عاجل را سابسکرایب نمایید.